به نام خرد لایتناهی. زندگی بر اساس تعالیم خردمندانه دائو. اثر وین دایر. شعر 35. همه انسان‌ها به سوی او می آیند. او که در طلب وحدت است. آنان به سوی او می شتابند و آسیبی نمی بینند. زیرا در او به آرامش، امنیت و شادی می رسند. موسیقی و غزا لذت‌های زودگذرند. با این حال مردمان را از طی طریق باز می‌دارند. چه کسل کننده و بیروح است لذت‌های دنیوی، آنگاه که آنان را با دائو مقایسه کنند. وقتی در طلبش باشی نخواهی یافت. وقتی شنوایش باشی نخواهی شنید. وقتی به کارش بندی پایان نخواهد یافت. زندگی ماورای لذت‌های دنیوی. قبل از خواندن این بخش لحظه‌ای صبر کنید و از خودتان این سوالات را بپرسید. وقتی در مورد لذت و شادی فکر می‌کنم، چه کارهایی به ذهنم می‌رسد؟ چگونه کارهای لذت بخش را از کارهای غیر لذت بخش تشخیص می‌دهم؟ به طور کلی لذت را این گونه توصیف می‌کنند که می‌توان با حواس پنجگانه آن را احساس کرد و در دنیای شکل و ظواهر موجود است. شاید هنگام خوردن غذاهای رنگارنگ، گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود یا بازی در زمین گلف آن را احساس کنید. اما مطمئناً این احساس بیشتر نوعی نیروی مهیج و خوشایند برای شما به نظر می رسد. با این وجود وقتی بیشتر به چنین مشغله‌هایی در زندگی توجه شود، مشکلاتی نیز به وجود می آید. به عبارت دیگر، عادت کردن به لذت‌های دنیوی می تواند به راحتی تعادل بدن شما را به هم بزند و برای شما ایجاد ناراحتی و بیماری کند. به عنوان مثال، چاقی، اختلال در غذا خوردن، مصرف بیش از حد دارو و مواد الکلی، هر نوع اعتیاد و نگرانی ناشی از جراحی پلاستیک، برخی از این اثرات نامطلوب هستند. اکثر چیزهایی که لذت بخش شناخته می شوند، موقتی و زودگذر هستند. بنابراین، اگر پیوسته به آنها احتیاج پیدا کنید، شما را تحت کنترل خود در می آورند. بدین ترتیب، چیزی که علاقه شدیدی به آن دارید، زندانبان شما می شود. در واقع طوری شما را به دام می اندازد که فکر می کنید آرامش، امنیت و خوشحالی شما از آن نشأت می گیرد. اما هرگز اینطور نیست. لذت‌های دنیوی فقط باعث می شوند که به آنها وابسته شوید و همیشه خواستار لذت بیشتری باشید. لذت نوعی میل و اشتیاق است که هرگز سیری نمی‌پذیرد. در واقع برای اینکه دوباره از غذا خوردن لذت ببرید، باید وعده غذایی دیگری داشته باشید. چون این احساس با تمام شدن دسر از بین می رود. باید پیوسته به موسیقی گوش فرا دهید. چون با خاموش کردن آن، احساس لذت و شادی نیز در شما از بین می رود. افراد معتاد فریاد زنان این جمله غم‌انگیز را تکرار می کنند. خودت باعث تمام بدبختی هایت می شوی. سعی کنید این لذت یأس‌آور را که لاتزو آن را کسل کننده و بیروح می نامد، با شور و شعف ناشی از دائو مورد مقایسه قرار دهید. هنگام خواندن این شعر، لحظه‌ای تصور کنید که از نگرش دائو برخوردار هستید. سپس ببینید که آیا می توانید شیوه نگرش خود را نسبت به احساس لذت تغییر دهید. فواید و نتایج ناشی از هماهنگی با دائو به طور خلاصه در بیت‌های اول این شعر عنوان شده است. همه مردم نزد شما گرد می آیند و با این کار احساس آرامش، امنیت و خوشحالی می کنند. علت اینکه آنها می توانند این سه گوهر را احساس کنند این است که
شما چنین حالتهایی در اطراف می پراکنید. در واقع شما به داعا توجه دارید. یعنی شما همانند داعا هستید و باید چنین احساساتی را در دیگران ایجاد کنید. اکنون که سعی دارید نگرش خود را نسبت به همه چیز تغییر دهید، نظر شما راجع به لذت و شادی نیز تغییر می‌یابد. شما غذای خود را می‌خورید، اما با اندیشیدن به نیروی شگفت‌انگیزی که غذاهای خوشمزه را برای شما فراهم می‌آورد و همچنین با نگریستن به تکامل این چرخه عالی شگفت زده می‌شوید. در این صورت نیروی ثابت و تغییر ناپذیری که در پشت این دنیای همیشه در حال تغییر وجود دارد، منشأ جدید لذت‌های شما می‌شود. همان نیرویی که با اندیشیدن به او دچار شگفتی و حیرت می‌شوید. بله، البته که از وعده‌های غذایی خود لذت می‌برید. اما لذت و خوشی شما از یکی شدن با آن نیرویی که همه چیز را آشکار می‌سازد منشأ می‌گیرد. شما می‌دانید که نمی‌توانید منشأ خود را ببینید، لمس کنید و یا صدایش را بشنوید. اما او همیشه در دسترس شما قرار دارد و پایان ناپذیر است. در واقع آن آهنگی که به آن گوش می‌دهید داعا نیست. داعا نیرویی غیر قابل رؤیت است و آن فضاهای خالی را که می‌توانند شادی زیادی به شما ببخشند پر می‌کند. آن خوشی و خوشبختی که احساس می‌کنید لذت همیشگی و مطلوب ناشی از فراگذشتن از محدودیت‌های جسمانی بشر است. ارتباط با داعا روشی فراسوی هر نوع لذت احساسی است که به نظر ما تا حدی به آرزوی متعالی بودن تحقق می‌بخشد. در این صورت اعتیاد غیر ممکن می‌شود، چون دیگر سعی نمی‌کنید برای تحقق بخشیدن به آرزوهای خود به لذت‌های دنیوی روی آورید. درست مثل زمانی که به سرعت راه می‌روید و فکر می‌کنید که می‌توانید پرواز کنید، اما هرگز از سرعت یا ارتفاع لازم استفاده نمی‌کنید. یعنی در واقع سعی می‌کنید با احساس لذت ناشی از راه رفتن سریع آرزوی طبیعی خود را برای پرواز در هوا برآورده سازید. حال به روش جاری شدن طبیعت بنگرید. شما به وضوح می‌بینید که طبیعت هرگز خواستار چیز زیادی نیست. هرگز چیزی را بیش از حد مصرف نمی‌کند و قطعاً برای حفظ تعادل کامل نیز هرگز چیز زیادی طلب نمی‌کند. در این صورت دیگر از گستره لذت‌های موقتی به عنوان مکانی برای تعیین هویت خود استفاده نمی‌کنید. شما احساس آرامش، امنیت و خوشحالی می‌کنید، چون در واقع نگرش خود را تغییر داده اید تا خود را با داعای لایتناهی هماهنگ سازید. چطور می‌توان اعتیاد را با این نیرو مقایسه کرد؟ تصور کنید که یک فرد معتاد به هروئین فکر می‌کند آرامش، امنیت و شادی با مصرف داروی مخدر به دست می‌آید. چنین چیزی غیر ممکن است، چون لذت ناشی از مصرف مواد مخدر فقط چند ثانیه ادامه دارد و سپس احساسی عکس آرامش، امنیت و شادی جایگزین آن می‌شود. فرد معتاد سعی می‌کند با سری دویدن پرواز کند، اما سرانجام از زندگی متنفر می‌شود و خود را در جریان این کار نابود می‌سازد. این عاقبت و سرنوشت افرادی است که می‌خواهند با دنبال کردن لذت‌های ناشی از حواس پنجگانه به آرزو و توانایی طبیعی خود در فراتر رفتن از سطح جسمانی تحقق ببخشند. لاتسو در این شعر برجسته داود جین به شما چنین می‌گوید: به خوشبختی ابدی که همیشه با شماست توجه داشته باشید. سعی کنید شیوه فکری خود را نسبت به خودتان تغییر دهید
و خود را موجودی کاملا مادی و فیزیکی تصور نکنید. در عوض بدانید که لذت‌های دنیوی تلاشی برای قرار گرفتن فراسوی دنیای مادی است که چنین حالتی بدون استفاده از ارتباط شما با دائو امکان پذیر نیست. از یکی دانستن لذت احساسی و خوشبختی ناشی از دائو که همیشه در دسترس شما قرار دارد بپرهیزید. از احساسات ناشی از حواس پنجگانه لذت ببرید. از خوردن غذا، گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود و هیجانات ناشی از نیروی جنسی لذت ببرید. اما توجه داشته باشید که همه این لذت‌ها از خود و ماهیت احساسی شما که به خوبی با این دنیا قابل انطباق است ناشی می شود. سپس در جستجوی خود و ماهیتی که از دائو منشأ می گیرد و ماورای دنیای مادی قرار دارد برآیید. سعی کنید در مورد لذت واقعی و طولانی دوباره به بررسی بپردازید. هرچند ممکن است حالتهای دائو جاذبه‌ای برای حواس پنجگانی شما نداشته باشند، اما این حالتها به آرزویی که شما سعی دارید با لذتهای دنیوی آن را برآورده سازید تحقق می‌بخشد. وقتی هر نوع دلبستگی و علاقه موقتی را در خود احساس می‌کنید، برای آن ارزش قائل شوید، اما سعی کنید آن میل و علاقه منجر به ایجاد آرزوی بزرگتری نشود. هر روز از نیروی متعالی تشکر کنید. سعی کنید هر روز از دائوی ازلی و ابدی که همیشه با شماست تشکر کنید. اگر از این دیدگاه به همه چیز بنگرید، زندگی و دنیا را به گونه‌ای دیگر مشاهده می کنید. با آگاهی و حق شناسی از دائو، در واقع احساسات ضعف و کمبود ناشی از نبود لذت‌های دنیوی را از خود دور ساخته و آن را با احساس قدردانی و تشکر از نیروی متعالی جایگزین می‌سازید. در این صورت بدون هیچ نیازی به لذت‌های دنیوی، به خاطر آگاهی از بخشی از وجود خود یعنی دائو که هیچ گونه محدودیت مادی و دنیوی ندارد قدردان و خوشنود می‌شوید. با قدردانی و سپاس آگاهانه از دائو افراد بیشتری را به سوی خود جذب می‌کنید و تجارب بیشتری به دست می‌آورید. بدین ترتیب میزان آگاهی شما افزایش می‌یابد. با پذیرفتن عشق نامحدود و فراوانی موهبت‌های دائو، عشق و فراوانی بیشتری را به خود جذب می‌کنید. بنابراین زندگی شما تغییر می‌یابد، چون به جای توجه به خود و ماهیت فانی که مستلزم لذت‌های دنیوی است، به دائو توجه دارید. حال به شیوه دائو عمل کنید. سعی کنید روزه 24 ساعته بگیرید. هنگامی که درد و فشار ناشی از گرسنگی را احساس کردید، از نیروی ابدی که همیشه با شماست تشکر کنید. به ماهیت مادی خود بفهمانید که وقتی مدت زمان روزه به پایان رسید غذا می‌خورید. سپس به ماهیت دائو که از گرسنگی اطلاعی ندارد توجه کنید. با توجه به نیروی دائو که در جسمتان جاری می شود، از ماهیت متفاوت آن لذت ببرید. این نیرو خودش را با رفتاری حاکی از رضایت، شادی یا خوشبختی آشکار می سازد. به تفاوت بین این احساس و لذت‌های دنیوی توجه داشته باشید.